منابع پایگاه خبری بامداد روز 7 مای سال 2024 خبر دادند که از اول هفته روان در پلات ایسوب که دارش در مرکز دوشنبه در سابق بنای کتابخانه به نام فردوسی جایگیر شده است، تفتیش‌های گسترده و بازجویی و بازپرسی ها ادامه دارد. مقامات رسما این خبر را تا حال شرح ندادند، ولی منابع بامداد میگویند سخن ظاهراً درباره یک عملیات بزرگ پاککاری در پلات ایسوب می رود. همسوبتان بامداد آن را با چنین یک عملیات پاککاری که سال 2017 در اگنتی مبارزه با کروپسیون صورت گرفته بود قیاس میکنند و میگویند بسیاری از سرها میپرند، سرهای خیلی بلند. به گفته این منبع در اول تفتیش یا اودیت معمولی فعالیت‌های پلات ایسوب از جانب اگنتی مبارزه با کروپسیون بر راه انداخته شد. در روزهای اول اساساً کارمندان زینه‌های پایانی را بازپرسی و بازجویی میکردند، ولی میانه هفته یعنی از روز چهارشنبه 15 مای برای بازجویی بردن منصبداران بلندپایه پلات ایسوب سر شد. این تفتیش ها کارمندان پلات را در یک حالت نگرانی خیلی سخت انداخته است و اکثر کارمندان از جمله رهبران بلندپایه اداره از آینده خود جداً در تشویشند. همه میترسند. میگوید همسوبت بامداد در پلات ایسوب. به گفته همسوبت بامداد تفتیش ها را در اول اساساً کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیون انجام دادند، ولی در روزهای آخر کارمندان نهادهای دیگر حفظ حقوق از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و داستانی نیز به این کار همراه شدند و این به نگرانی کارمندان پلات حساب افزود. کارمندان پلات چنین تفتیش موشکافانه فعالیت این نهاد را نتیجه رقابت‌ها در بین نهادهای مختلف می‌شمارند و بر اینند که با این را میخواهند سر پلات را بخورند و صلاحیت آن را در بین خود تقسیم کنند. پلات حساب سال 2012 تأسیس داده شده، هدفش نظارت بودجه دولتی و مبلغ‌هایی که از خارج کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری شده، همچنین انجام اودیت کارخانه‌های بودجوی گفته می شود. هنوز زمان تأسیس پلات حساب بسیاری ها از جمله وکیلان پارلمان ضرورت تأسیس باز یک نهاد نظارتی در کشور را زیر شبهه برده می گفتند که این همه صلاحیت‌هایی را که به پلات می دهند اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیون خود انجام می دادند. منتقدان همان وقت گفته بودند که پلات ایسوب باز یک نهاد دیگر فساد زده در ساختارهای دولتی تبدیل یافته تنها منبع ثروت‌غنداری کارمندانش خواهد شد. شیوه استخدامات کارمندان پلات که اساساً کارمندان شعبه و ریاست‌های مالیه یک نهاد دیگر فساد زده را به کار می گرفتند. شبهه در مورد حتما در فساد غرق شدن این اداره را بیشتر کرده بود.